شام 10 سپتامبر اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از باغ مرکزی فرهنگی فراغتی شهر کولاب به نام میر سعید علی حمدانی بازدید به عمل آوردند. در درآمدگاه باغ مرکزی فرهنگی فراغتی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان را جوانان سعادتمند تاجیک با صمیمیت خاصه و صداقت بی‌پایان از سرور دولت استقبال گرفتند. مورد به یادآوری است که باغ مرکزی فرهنگی فراغتی شهر کولاب به نام میر سعید علی حمدانی بعد از نوسازی سیمای کاملا دیگر گرفته به مرکز بزرگ استراحت و فراغت کل ساکنان و مهمانان شهر کولاب تبدیل یافته است. مساحت عمومی باغ 9 گکتار زمین را تشکیل می‌دهد. در حدود باغ مذکور دو میدانچه ورزشی زمانوی که برای بازی‌های فوتبال، والیبال، بسکتبال و تنیس پیش بینی گردیده است ساخته شده. میدانچه بازی برای کودکان و نورسان، میدانچه تنیس روی میز، مرکز جوانان، قهوه‌خانه، امفی‌تئاتر، بینای شاهمادبازی و 8 عدد نقطه خرید و فروش ارمغان قامت افراخته است. لایحه باغ را جمعیت دارای مسئولیت محدود ورتیکال بر عهده داشت و آن از طرف کارخانه واحد دولتی آلومینی تاجیک پورا نوسازی کرده شده است. در کارهای ساختمانی متخصصان وطنی به کار جلب شده، مسئله خوشصفت ساختمانی استفاده گردیده است. بیش از 4 گکتار زمین حدود باغ سبززار بوده. برای خرمگردانی 240 بیخ درختان نادر آرایشی همیشه سبز که همه آنها از خارج مملکت آورده شده‌اند و صدها نمود گل و بوته‌های زیبای موسمی شنونیده شده است. شبانه برای روشننمایی باغ 100 عدد چراغ با ستونپایه 6 متره، 82 عدد 10 متره و 2 عدد 15 متره نصب گردیده است. باغ دو درآمدگاه از قسم غربی و شرقی داشته، آنها با صنعت معماری ملی آرا یافتند. بلندی درآمدگاه قسم غربی باغ 2.5 و پهنای آن 40 متر را تشکیل می‌دهد. بلندی درآمدگاه قسم شرقی آن باشد 4.5 و پهنایش 15 متر است. راهروهای حدود باغ در مساحت 12000 متر مربع سفالک پوش کرده شده است. برای استراحت و فراغت کودکان و نورسان 15 نمود اتراکسیون ها نصب گردیده حدود باغ را 18 عدد فواره خرد و بزرگ زیب و زینت بخشیده به این مرکز حسن دیگر ضم می‌کند. با بنیاد گردیدن باغ مرکزی فرهنگی فراغتی شهر کولاب به نام میر سعید علی حمدانی برای ساکنان و مهمانان شهر امکانیت مساعد استراحت و فراغت مهیا گردیده. از فراهم شدن چنین امکانیت ساکنان شرفمند این گوشه دیار روح بلند میباشند. محیدین محمد داوود مهروز جمعه از شهر کولاب برای برنامه اطلاعاتی اخبار.